رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. جریان کشتار مردم در کردستان سوریه رو در 4-5 روز گذشته احتمالاً شنیده باشید. نیروهای القاعده و بقیه نیروهای اسلامی با حمایت ارتش آزادی بخش سوریه که همه‌شون حامی آمریکا، ناتو و متحدین غربشون در سوریه هستند و با رژیم بشار اسد مشغول جنگند، این کشتارها را در روستاها و در شهرهای مناطق کردنشین در شمال سوریه عملی کردند. از بدو شروع جنگ نیروهای هوادار غرب در سوریه و متحدین دولت سوریه در این کشور که به اسم انقلاب و مبارزه به خورد مردم داده شد، از بدو شروع این جنگ مردم در کردستان سوریه همراه احزاب سیاسیشون، اساساً احزاب سیاسی ناسیونالیست کرد، با دولت مرکزی قرارداد بستند که هم اعمال حکومت کنند در این شهرها و روستاها و همین منطقه رو از دسترس نیروهای هوادار غرب و ناتو و آمریکا محفوظ بدارند. در این مدت ضمن اینکه امور اداری در این مناطق به دست احزاب ناسیونالیست کرد افتاد که برای اولین بار است ناسیونالیست‌های کرد یک کارت سفید در دل یک سناریوی سیاه بازی می‌کنند، جامعه رو سازمان دادند. زندگی به و هر از گاهی هم این مناطق که مورد تعرض نیروهای هوادار غرب که اسلامی ها و غیر اسلامی ها و ارتش آزادی بخش باشند قرار گرفته، اینها از منطقهشون حفاظت کردند. در طول مدتی که کل این کشور صحنه کشتار، آوارگی و ویرانی جامعه بوده، مناطق کردنشین با اتخاذ چنین سیاستی زندگی و هست و نیستشونو از چنگ جنایتکاران دو جبهه محفوظ داشتند. در سایه این سیاست تقریباً مناطق کردستان سوریه تنها مناطقی هستند که میشه درشون نفس کشید. اما جبهه دو جنگ، جبهه یعنی دو بلوک غرب و آمریکا و ناتو که از نزدیک دولت‌های ترکیه و عربستان و قطرند که پول و امکانات و آموزش وارد می کنند و اسلامی ها و غیر اسلامی ها را زیر کنترل و سیاست خودشون دارند، اینا از یه طرف، و نیروهای بشار اسد و دولت سوریه همراه متحدینشون که از چین و روسیه بگیر تا جمهوری اسلامی و تا حزب الله، اینها مشغول ویران کردن این جامعه بودند. قضیه این هست که غرب، آمریکا و ناتو از بعد شروع اعتراضات در سوریه، اینها از طریق نیروهای اسلامی محلی اسلحه رو وارد اعتراضات کردند و اعتراضات بر حق مردم در سوریه رو که مثل کشورهای دیگه عربی بود مصادره کردند، شکل مسلحانه بهش دادند و تبدیلش کردن به جبهه بین دولت مرکزی و نیروهای مسلح هوادار آمریکا و ناتو در این کشور. آمریکا و ناتو همونطوری که طرح و نقشه ریختند برای همه انقلابات و تحرکات در خاورمیانه، برای سوریه هم به این شکل طرح و نقشه ریختند. میدونیم که در مصر به وسیله ارتش در مقاطع مختلف عمل کردند. در لیبی نیروهای مسلح هوادار خودشونو وارد کردند و بازم اونجا هم مبارزه مردم مصادره کردند و تبدیلش کردند به جهنمی که بعداً غرب درش سلطه داشته باشه. الان دولت، نه یک دولت مرکزی بلکه در لیبی انواع قدرت‌های مختلف سر کارند و مشترکشون این است که همه اینا ظاهراً همراه غربند و غرب، آمریکا از این خیلی راضی‌اند. در سوریه طرح اینها کنار زدن دولت بشار اسد و سر کار آوردن دولتی بود که
به جای همپیمانی با چین و روسیه و جمهوری اسلامی با غرب همپیمان باشه و به این شکل بخشی از این منطقه رو از چنگ هواداران روسیه و چین در بیارند. این سر نگرفت و از حدود ماها قبل تقریبا جبهه‌های جنگ بین دو بلوک شاهد تغییرات قابل توجهی بوده است به نفع دولت بشار اسد. همون اندازه که غرب سعی کرد که نیروهای جنایتکار وارد کنه، به همون نسبت مردم در سوریه متوجه شدند که پیشروی اسلامی ها و القاعده جامعه را ویرانتر، زندگی را سیاهتر. این بود که از طرفی مردم رویگردان شدند از نیروهای هوادار غرب و به تدریج تمکین کردند به پیشروی نیروهای سوریه. در نتیجه تغییر در توازن قوا به نفع دولت مرکزی، نیروهای اسلامی حارتر شدند. در ماه‌های اخیر فشارشون به نوع دیگه‌ای بود، ولی وقتی چند بار حمله کردند به مناطق کرنشین و حملاتشون در هم شکست، این دفعه شروع کردند به قتل عام مردمی که مسلح نیستند، از کودکان، از زنان و از مردان در سین مختلف کشتار کردند. تعداد زیادی رو بودند. تعدادی از جوانان رو از روستاها به اسارت گرفتند و بردنشون بیرون از روستا، سرشون رو بریدند و جنازه هاشون رو در دشت رها کردند. عقب نشینی نیروهای هوادار آمریکا و هوادار به اصلاح دنیای آزاد دموکراسی طوری به استحصالشون کشیده هر کاری که میتونند انجام بدن برای که بتونن در جبهه پیشروی کنند و جبهه پیشروی اینها در 4-5 روز گذشته بعضی از روستاها، شهرک‌ها و مناطق مسکونی مردم در کردستان سوریه بودند که اسلامی‌ها فکر کردن میتونن پیشروی کنند. به هر حال در کل دوره 2 سال گذشته مناطق کرنشین در اثر این قرارداد مناطق متفاوتی بودند از مناطق دیگر سوریه. سازمان اداریشو داشته، بعد مردم مسلح شدند، از مناطقشون دفاع کردند و مانع ورود نیروی دو بلوک به مناطق خودشون شدند. اما الان به نظر میاد که این بار جنگ خواهی نخواهی وارد خونه اونام شده. در این جنگ قبل از همه آمریکا و ناتو و متحدین جنایتکارترشون از دولت بشار اسد، عربستان سعودی، قطر، ترکیه و نیروهای منطقه‌ای اند. اما نمیشه فراموش کرد که نیروهای ناسیونالیست ایرانی، نیروهای ناسیونالیست کرد در ایران از بعد شروع این جنگ ها شروع کردن به هورا کشیدن به نیروهای به اصطلاح دموکراسی که همین جنایتکاران باشند و با شعار بعد از سوریه نوبت ایران هست برای اینا دست دادند، کمک کردند. ناسیونالیستای کرد در کردستان عراق براشون کمک فرستادن از تسلیحات، از هرچه تجربه که داشتند برای نیروهای هوادار آمریکا و ناتو. ناسیونالیستای ایرانی در میادشون براشون تبلیغ کردند که در این کشور داره مبارزه میشه علیه استبداد زیر سلطه بشار اسد، سوریه رها میشه و بعداً نوبت میرسه به ایران. در نتیجه باید رو کرد به نیروهای ناسیونالیست ایرانی و به نیروهای ناسیونالیست کرد هم در ایران و هم در عراق، از چپ و راست این ناسیونالیست‌ها، چه کردشون چه ایرانیشون، که به اسم این که در سوریه داره مبارزه میشه علیه استبداد، داره انقلاب میشه، مردم متوهم کردند به جریان کشتار، ویرانی و خون خرابی در این کشور. به طور واقعی آمریکا و غرب از بدو شروع مبارزه در مناطق مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا طرح‌های مختلفی رو ریختند برای اینکه کل جریان از دستشون در نره. در مصر نوعی عمل کردن، در تونس نوع دیگه‌ای، در لیبی به یک شکل دیگه‌ای،
در یمن بازم به شکل متفاوتی، در بحرین به شیوه دیگه‌ای و بعدش در سوریه به این شیوه، در جهت اینکه در این کشورها دولت‌های سر کار بیاند که متحدین غربند. باید گفت اوضاع امروز در سوریه محصول تقلای بلوک غرب به رهبری آمریکا و با حمایت متحدین منطقه‌ایشون برای گسترش مناطق خود و برای به اصطلاح ادب کردن دولت‌هایی هست که به هر دلیلی رابطه اونطوری که آمریکا بخواد و غرب بخواد با اونها ندارند و در مقابل در کنار بلوک روسیه و چینند. این تجربه هست برای همه مردم در ایران و در هر جای دیگه‌ای که اولا بدونند آمریکا و غرب منافع خودشون رو میخوان، ویرانی جامعه دیگری رو میخوان، به شرطی که یک ذره به سود اونها تموم بشه. احزاب هوادار غرب و آمریکا عیناً از سیاستاشون پیروی میکنن. در نتیجه مبارزه در ایران و در هر جای دیگه‌ای بدون یک مرز روشن با نیروها و با مزدوران و با هواداران آمریکا و غرب در سیاست این مناطق ممکن نیست. تجربه‌ای که به دست ما میده خارج از این نیروهای مسئول و به طور مشخص کمونیست ها نیاز دارند در دوره های بحرانی ظرفیت های تسلیح نیروشون رو داشته باشن تا بتونن از محل زندگیشون دفاع کنند، از خودشون، از جونشون و از محل کارشون. و تجربه مهمتر از این هست که مبارزه مردم و مبارزه اساساً طبقه کارگر که در مقابل طبقه سرمایه‌دار در همه این کشورها قرار گرفته، بدون سازماندهی حزب خودش، نیروهای خودش، جنبش خودش که متکی به خودشه، مورد سوء استفاده قرار میگیره از طرف غرب و از طرف همه هواداراش و مزدوراش و مبارزه مردم مصادره میشه و تبدیل میشه به چیزی که ما در سوریه دیدیم، قبل ترش در لیبی دیدیم و معلوم نیست غرب و آمریکا برای آینده این منطقه چه طرح‌های دیگه‌ای در پیش دارند. شنوندگان عزیز، رادیو نینا را میشنوید. در این قسمت از برنامه ثریا شهابی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست را داریم. روحانی از دیروز رسما رئیس جمهور ایران شد و کابینه خود را هم برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس معرفی کرده. با شروع دور ریاست جمهوری حسن روحانی و وعده وعیدهایی که با آن پا به میدان گذاشته، که البته برخی از این وعده وعیدها به اصطلاح عبور از خط قرمز حاکمیت از جنجال زیادی به راه افتاد. هرچند در دور قبل ما شاهد بودیم که جناح رهبری و همچنین احمدی نژاد برای عبور از برخی از این خط قرمزها از خود انعطاف‌هایی نشون دادند. در این رابطه من به عنوان اولین سوال میخواستم از شما بپرسم که در دور کنونی و با این اوصاف، با به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی، مناقشات درون حاکمیتی جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید و همچنین بدونیم که نظرتون در مورد حسن روحانی با در دست گرفتن پکیجی با 46 وعده تغییرات در زمینه‌های مختلف به عنوان رئیس جمهور جدید ایران چیست و چه اندازه توان اعمال این تغییرات را دارند؟ در مورد مناقشات درونی خودشون ارزیابی من چیه؟ راستش تو این با این انتخابات و با سرکار اومدن روحانی بی تردید جناح روحانیت از اصولگرایان پیروز شد. توی مناقشات درونی خودشون هیچ نشانی از اصلاح طلبان نیست. اصلاح طلبان خیلی سعی میکنن این رو پیروزی خودشون قلمداد بکنن. منتها الان ترکیب کابینه رو که نگاه میکنید، هیچ شخصیت سرشناسی و یا کلا اون وعده هایی که به این که گویا ظاهرا تعدادی زن هم توی کابینه میارن، مطلقاً هیچ کدومش نه در حال اجراست و نه اصلا از روز اولش هم معلوم بود که قراره همچین چیزایی اجرا بشه. در مورد مناقشات خودشون گروه به اصطلاح روحانیون که خامنه‌ای هم توی سخنرانیش خیلی تاکید کرد که مردم رأی به
اعتبار روحانیت دادن و روحانیت عاقل و معتدل و به اصطلاح انتخاب کردن. این تا جایی که به تقاسمات خودشون برمیگرده و دست اصولگرایان دست بالا رو پیدا کردن و اون تعادل و به اصطلاح اعتدالی هم که بعدش میدن مربوط به صفوف خودشون ره و تا الان تمام تلاش روحانی این هستش که اون فراکسیون لاریجانی که بزرگترین فراکسیون مجلس هستش رو به کابینش رأی اعتماد بدن که اونم اصولگرایان هستن و هیچ نشانی از این که غیر از سیاستی غیر از این سیاستی که بالاخره مورد تایید اصولگرایان و خامنه‌ای هست این تردید رو شاهدش نیستیم. در مورد این که خط قرمزی که شما بهش اشاره کردید، از این خط قرمزها تو جمهوری اسلامی خیلی ازش عبور کردن. این خط قرمزها و این تغییر سیاست‌ها بیشتر از اینی که ناشی از تصمیم و یک سیاست به اصطلاح تغییر اوضاع بهبود و به پیشی باشه، اینها نشون دهنده نحوه کنار اومدنشون با مقتضیات، محدودیت‌ها و شرایط جدیده. توی اوضاع بعد از جنگ مجبور شد خمینی جام زهر رو سر کشید و خط قرمز عبور کرد، اگر نه اینا می‌خواستن راه کربلا از بغداد میگذشت و می‌خواستن برن فتح بکنن. و امروز هم شرایط عوض شده، چیزی که تغییر کرده این نه برمیگرده به خاصیت روحانی و نه گویا سیاست ویژه و پیشرویی که ایشون داره. اوضاع تغییر کرده. تو سوریه پروژه امپریالیستی کنار گذاشتن بشار اسد عقیم شده، در چه غرب عقب نشینی کرده. الان قبل از انتخابات هم خیلی امید بسته بودن و زمینه سازش و مذاکره فراهم شده و کسی که مهره‌ای که میتونه این رو به اصطلاح به پیش ببره روحانی از تا احمدی نژاد، اگر نه که تا اونجایی که به خط قرمزها برمیگرده احمدی نژاد از همشون بیشتر خط قرمز رد کرد و بیشتر از همشون خامنه‌ای رو به چالش کشید. و در مورد این پکیجی که بهش اشاره میکنید وعده وعیدهایی که میدن، کار روحانی من فکر کنم از کار احمدی نژاد خیلی خیلی سخت‌تره. شاید آسان‌ترینش مذاکره با غرب باشه که این به هر حال تا اونجایی که مسئله تحریم ها کنار بره، طبعا تغییرات این تحریم ها رو شاهدش خواهیم بود در ایران و میتونه اتفاق بیفته. منتها همه این مسئله تحریم ها برمیگرده به این که کل معادلات قدرت تو خاورمیانه به چه سمتی بره. خیلی ناپایداره، خیلی به روزه، هنوز هیچ توازن قوایی تثبیت نشده که بشه به قطعیت گفتش که قطعا اینا تو این دوره مذاکره به نتیجه میرسن و مسئله شکافشون با غرب پر میشه. منتها این یکی از مهمترین مؤلفه هایی هستش که اساساً در پاسخ دادن به این نیاز و به پاسخ دادن به این به اصطلاح سیاست بود که روحانی اومد پیش. اون ولی بقیهش تا اونجایی که به مطالبات مردم، اون عوام فریبی که در مورد مطالبات مردم شد، اینا روحانی برای این کار نیامده. اگه چیزی رو تغییراتی رو باید داد، اگه حق زن رو باید گرفت یا زندانی رو سیاسی رو باید آزاد کرد یا کارگر باید دستمزدش رو بگیره و رفاهش بهبود پیدا بکنه، اینا چیزایی که باید به زور گرفت. روحانی برای این نیامده که اینها رو جواب بده و اون پکیج بخش اصلیش وعده وعیدها و حرفای توخالی و پوش و بی محتوایی که قرار بود عده زیادی رو بکشونه پای صندوق‌های رای تا اینکه یه معنی عملی داشته باشه در سرنوشت مردم. میخواستیم از شما بپرسیم، هم طوری که شما در صحبتاتونم اشاره کردین، تو این دوره روحانی به حال وعده وعیدهایی رو در دست گرفته که به نظر من عنصر دموکراسی و به اصطلاح مردم فریبی بیش نیست. سوال اینه که آیا حسن روحانی توان اعمال این تغییرات رو داره که بخشن اشاره کردین، ولی چیزهای دیگه‌ای که توی پکیجشون اومده و توی وعده وعیدهاشون مخصوصا در زمینه فرهنگی و زنانه و انتصاب زنان در کابینه، تشکیل معاونت زنان و یکی از وعده‌های متناقض با نظام جمهوری اسلامی که آوردم میگم بیشتر مردم فریبیه، رفع تبعیض از زنانه و یا تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی. میخواستم این بحث رو بازتر کنین و نظر شما رو تو این رابطه بدونیم.
ببینید من اشاره کردم تا اونجایی که به آزادی‌های سیاسی وضعیت زنان برمیگرده روحانی برای این کار نیامده. اگه که خاتمی رو فشار از پایین، فشار جنبش اعتراضی 18 تیر اینا مجبور میکرد که به اصطلاح در رأس یه گشایشی عملا از پایین تحمیل شده بود، با این روحانی اساساً توی یک شرایط دیگه انتخاب شده و انقدر تأمین به اصطلاح نیازها و به اصطلاح جهتگیری‌های اصولگرایان براش مهمه که کابینه‌ای که تشکیل میده میخواد که خیلی حتما جاهای چالشایی خواهد بود در مورد اینکه رأی اعتماد بهش بدن یا نه. اصلا صحبتی از این نبوده که زنی رو بیاره توی کابینه. اینو یک دگراندیشان قانونی، فعالین و کنشگرایی که مردم رو کشوندن دنبال انتخابات، این فضا رو، این فضای مطالباتی رو به اصطلاح که توی زن توی کابینت تعدادش یه تعداد معینی باید باشه و به این اعتبار میشه گفت که شما پاسخ دادید به اون نیازی که به شما رو براش انتخاب کردن. اونها این کمپینا رو راه انداختن. این نه تنها زنان رو نیورده تو کابینش، اصلاح طلبا هم نیورده. زندانی سیاسی چی آزاد بکنه؟ موسوی و کروبی و لطیف ترین برخوردی که بهشون میکنن اینه که بیان معذرت بخوان به خاطر جرائمی که کردن. به یه جنای دیگه تو فشار میره میگه اینا باید محاکمه بشن. اینا سران و رؤسای خودشون که تو حسرن نتونستن درجه حسرشون رو کم بکنن. زندانی سیاسی که به خاطر حقوق کارگر تو زندان افتاده یا به خاطر دفاع از حق زن تو زندان افتاده رو بخوان به اصطلاح آزاد بکنن. روحانی برای این نیامده. منتها شما اینجا اون سوال اولم اشاره کردید در مورد اون پکیج، پاسخ دادن به این انتظاراتی که فراهم شده، بسیار پاسخ ندادن و به اصطلاح سرپیچی کردن و یا نادیده گرفتن این انتظاراتی که ایجاد شده برای روحانی فوق العاده سخته و فوق العاده دولتش با مشکل نه تنها تو بالا بلکه از پایین با مشکل روبرو خواهد شد. یه موقعیتی داره که تا به اونجایی که به معادلات داخلی ایران برمیگرده که اصولگرایان رو راضی نگه داره و رأی اعتماد اونها که توی مجلس هست برای کابینش داشته باشه و از طرف دیگه این اصلاح طلبان هم همچنان سر به دونه که هیچی هم بهشون نرسیده ولی خودشون رو پیروز میدونن و حرفهای کلی و عمومی که اساساً مهمترین محورش سازش با غرب و مذاکره با غربه که طبعا اگر این صورت بگیره که میگم هنوز تعادل و توازن قوات و منطقه خیلی ناپایدارتر از اون هستش که به قطعیت بگیم که این صورت میگیره. منتها اگه صورت بگیره طبعا تغییراتش تو ایران با کاهش تحریم ها خواهیم دید و این دیگه مربوط به وعده هایی که روحانی میده نیست. این مربوط به اون شکافی هستش که توی غرب و بین غرب و ایران باید پر بشه و امکان و شرایط پر شدنش فراهم شده. شنوندگان عزیز رادیو نین گفتگومون رو با ثریا شهابی ادامه خواهیم داد. ثریا شهابی عزیز، آیا این پروسه جابجایی احمدی نژاد با روحانی که به زعم بخش مستاصل جامعه با تبلیغات اصلاح طلبها اسم رمز امکانگرایی گرفته به خودش، میتونه آیا نونی به سفره قشر کم درآمد جامعه اضافه کنه؟ چیزی که احزاب بورژوایی غربی و رسانه‌هایشون همونو ساپورت میکنن و هم توپخونه تبلیغیشون از جمله BBC و غیره ماها روی اون کوبیدن. آیا با خوشبین شدن به تغییراتی جزئی و یا آشتی مناسبات بورژوایی ایران و آمریکا و وعده‌های حسن روحانی افقی روشن برای مردم زحمتکش و طبقه کارگر هست؟ از منظر منفعت طبقه کارگر و مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه روی سخن شما به مردم ایران چیه تو این زمینه؟ ببینین تا اونجایی که به خود روحانی و برنامه حاکمیتش برگرده خیال نداره نه برای رفاه اومده، نه برای آزادی زن اومده، نه برای آزادی عقیده و بیان اومده. همچین ادعایی هم نکرده. یک مشت حرفای کلیگویایی کرده و اساساً بحث این هستش که ما با غرب دشمنی نداریم، میتونیم بشینیم مذاکره کنیم و غرب هم خیلی چراغ سبز نشون میده بشینن مذاکره کنن. طبعا این اتفاق بزرگه و ما طرفدار این هستیم که این تحریم ها تمام بشه. این شکاف بیشتر از هر کسی مصائب و محرومیت هاش به دوش اکثریت محروم جامعه ایران و به خصوص طبقه کارگر خراب شده. به نظر من روحانی هیچ چیزی نمیده، باید ازش گرفت. نیومده که
اومده از اینکه کارگر حقوقش نمیگیره برای خودش پروپاگاندای تبلیغاتی درست کنه و از اینکه زنا رو اذیت میکنید نکنید پروپاگاند تبلیغاتی درست بکنه، ولی نیومده کمترین رنجشی به اصطلاح کمپی که بیشتر از همه غلظت اسلامیش توی صف اصولگرایان نشسته، کمترین رنجشی نمیخواد به اونا بده و قرارم نیست بده. تا اتفاقی که میفته این هستش که اتفاقا الان طبقه کارگر محرومین جنبش دفاع از حقوق زنان یا جنبش آزادی خواهی برابری طلبی اگه سکوت کنن هیچی بهشون نمیدن. منتها الان وقتشه که بیان تعرض کنن، بگن تموم شد دیگه، مگه همه این بدبختی از سر دولت سر احمدی نژاد نبود؟ خب رفت. اونجوری که شما دارید میگید 8 سال حاکمیت احمدی نژاد و مدیریت بدش و شکافی که تخاصمی که با قبل که ما حاصل اون دوره میدونیم، ولی برفرض همه اینا تقصیر احمدی نژاد بود، تموم شد. الان وقتشه که جبران کنین مسائلی که شما میگین تقصیر احمدی نژاد بود. میگین 400% قیمت مسکن رفته بالا و مسئله زندانی سیاسی تقصیر احمدی نژاد بود، مسئله زنان فشارهایی که میاد تقصیر احمدی نژاد بود، مسئله بی‌حقوقی طبقه کارگر مسئله احمدی نژاد بود. خب تموم شد. حالا این مسائل، حالا وقتشه که طبقه کارگر حقوقشو بگیره، دستمزدش انقدر افزایش پیدا بکنه که وقتی میگین از اون وقت میگین 400% مسکن قیمتش رفته بالا که طبقه کارگر هم بتونه با حقوقی که میگیره بتونه مسکنش رو تامین بکنه و بیمه بیکاری بدیم به کارگرایی که بیکار شدن و این تحریم رو تموم کنید دیگه، بهانه‌ای ندارید. الان اگر فاز جدیدی اگر شروع میشه، میتونه شروع بشه توی مبارزه طبقه کارگر، تو مبارزه بخش محروم جامعه، تو مبارزه زنان. نه این هستش چرا زن نذاشتین توی کابینتون، که اون نشان اون هستش که چقدر اون وعده ها فریبکارانه بود و اونایی که فریبش خوردن رفتن دنبالش. ولی مگه شما نمیگید طرفدار رفع تبعیض از زنان هستید؟ مگه نمیگید همه اینا دست احمدی نژاد بود؟ مگه نمیگید کشتار 88 همش تقصیر احمدی نژاد بود و اصلا از 30 سال قبلش هم بالاخره معلوم نیست چرا تقصیر احمدی نژاد بود؟ اونا رو بگذاریم. 8 سال گذشته همش تقصیر احمدی نژاد بوده، احمدی نژاد هم رفت، عامل و جرثومه فساد و بد کار کردن و بد مدیریت رفت دیگه. الان بهانه‌ای ندارید. در نتیجه الان بی سپر دفاعی هن و طبقه کارگر میتونه با تشکیل مجامع عمومیش بحث صحبت کنه که خب این بهانه ها از دست رفت کنار، تحریم رو تمومش کنید، هر جوری میخواین بسازین یا نسازین، این بساط جمعش کنین که شما که گفتین تقصیر احمدی نژاد بوده و کارگر باید حقوقش رو بگیره، دستمزدش رو بگیره. این بهانه های دستمزد رو چه جوری میدم و با یارانه میدیم و بدون یارانه میدیم جمعش کنید. مستقیما طبقه کارگر باید بتونه معاش خانواده 5 نفریشو در بالاترین استاندارد با قیمتایی که شما دارین میگین رفته بالا صبح تا شب برای اینکه همدیگر افشا بکنین رو میکنید، طبقه کارگر باید معاشش تامین بشه. زن باید آزادی داشته باشه، باید دست تعرض کسایی که تو زندگی شخصیش و توی زندگی اجتماعی زندگی سیاسیش دخالت میکنن کوتاه بکنه. بیمه بیکاری میخواد کارگر، زندونیا سیاسی به دیگه به چه بهانه‌ای نگرشون داشتیم، به چه بهانه‌ای رهبر اعتراض کارگری الان تو زندانه. الان وقت اینه که این شرایط رو که اینا اون سپر دفاعی احمدی نژاد رفته کنار تبدیل بکنیم به توقعات و مطالباتی که مستقیما میگه بدون بهانه این بهانه ها تموم شد و تمام مسائلی که شما میگید تفسیر احمدی نژاد الان دیگه بهانه‌ای ندارید و بلافاصله باید تامین بشه. من فکر میکنم از این نظر شرایط برای یک تعرض اعتراضی برای مصائبی که تو حداقل 8 سال گذشته، فجایعی که به خاطر تحریم اقتصادی، به خاطر سرکوبی که از مبارزات کارگری شد، سرکوب زنان، سرکوب جنبش‌های اعتراضی، به خاطر تمام اینها و همه اینا رو مینداختن گردن احمدی نژاد، این سپر دفاعی رفته کنار. باید گفت دیگه الان بهانه‌ای ندارید دیگه، وقتش رسیده که این مصائب پایان بگیره و شما مسئول هستید که رفع بکنید، مسئول هستید که مطالبات طبقه کارگر، مطالبات زنان و مطالبات آزادی خواهان برابری طلبانه رو براش بهانه‌ای ندارید و باید به اینها جواب بدید. طبقه کارگر میتونه مجامع عمومیشو بگیره و الان بدون این بهانه که ما با دشمن خارجی جنگ داریم، با آمریکا قرار حمله بکنه، الان که دیگه میخوان بگن تحریمم تمومش بکنید، طبقه کارگر باید مطالباتش رو خیلی محکم مطرح بکنه و طلبکار این رو تحمیل بکنه و یه سیر مبارزاتی رو برای خواستاش دامن بزنه. من فکر میکنم از این نظر شرایط از پایین برای تعرض، برای گرفتن مطالبات، برای
جلوگیری از مصائب بیشتری که تحریم و این فشارهایی که تحریم اقتصادی و دعوای غرب به اصطلاح با ایران داشت رو بیش از هر کسی به سر طبقه کارگر خورد کردن، این رو باید ازشون خواست که جبران بکنن و به نظر من میتونیم یک جنبش اعتراضی، یک جنبش مطالباتی اعتراضی از پایین رو در رو با جمهوری اسلامی، با رئیس جمهورش و با ولی فقیهش رو که دیگه سپر دفاعی ندارن که بهانه‌ای بتراشن، میشه به نظر من به راه انداخت. با تشکر از شما که در این برنامه ما شرکت کردید.